به نام خدا دوستان، سینه قدیم این پرشیا یه اتفاقی پیش اومد که مجبور شدم این پنلش رو عوض بکنم. مدل قدیمی بود، مدل جدیدش کردم. این سیمکشی داخلی که پشت این سینه هست، خیلی از باتریسازهای حرفه‌ای نتونستن که این کلیدها رو واسش راه اندازی بکنم. بنابراین خودم برنامه‌نویسیش رو انجام دادم که خواستم کسایی که همچین مشکلی واسه ماشینشون پیش اومد، فرق نمیکنه هر مدل ماشینی که باشه، میتونم واسهشون برنامه نویسیش رو انجام بدم. کلید سمت چپی رو واسه نور داشبورد قرار دادم. یه بار که زدم 50 ثانیه بهش تایم دادم که بعد از 50 ثانیه روشناییش خاموش میشه. این صندوق پرانش هست که با یه بار زدن صندوق باز نمیشه، ولی 2 ثانیه که نگه داشتیم ببینید زد و صندوق عقب رو باز کرد. اینم که کلید اخطارشه که 2 تا راهنما قشنگ با زدن اون به کار میفته. و این شست را هیتر شیشه عقب قرار دادم که با یه بار زدن رو میکنه به گرم شدن و برفا رو آب میکنه و با یه بار زدن خاموش میشه. و این یکی هم واسه قفل کودک شیشه های عقب قرار دادم که با زدنش دیگه شیشه ها بالا پایین نمیرن، ولی وقتی که یه بار دیگه بزنم غیر فعال میشه و شیشه ها بالا پایین میشن به این شکل. الان مدارشم بهتون نشون میدم. خدا نکرده موردی پیش اومد که خواستیم پنلتون عوض کنیم و یه جایی ماندین، من میتونم واسهتون کمک بکنم. دوستان همینطور که ملاحظه میکنین این میکروشه که برنامهش رو توی این نوشتم و حدود 20 تا سیم هستش که به این سوکت ها وصل میشه و تونستم اندازش بکنم و این دکمه ها رو واسهش تعریف بکنم.